بریم یک فارم شکر بسازیم. چستاتو میکوبی زمین، هاپرا رو بهش وصل میکنی. بعد از اونم چیکار میکنی؟ میای ریلاتو روی هاپرا قرار میدی. یه دونه ماین کارت با هاپر روش قرار میدی، دکمه‌تو میزنی که اینجوری هی وول بخوره. حالا بعد از اون میای دورش بلاکاتو قرار میدی اینطوری. و تمام. میای این طرفو چیکار میکنی؟ سند میزنی برای اینکه بتونی شوگراتو اینجا بکاری. آبت هم میزنی و تمام. دو ارتفاع بلاکو میای بالاتر. خب حالا بعد اون چیکار میکنی؟ روشو میای با بلاک میپوشونی روی آب رو. پیستوناتو به سمت بالا میزنی. بعد اون ابزرورات هم قرار میدی و پشتشو سیمکشی ردستونی میکشی. ترپدورات هم میزنی برای خوشگلی کار اینجا پوشیده بشه. بلاکات هم دور ابزرور و اینا قرار میدی دیگه خوشگل بشه دیگه. خلاصه اسلبات هم بالای سرش میزنی. سقفو کامل میپوشونی اینطوری. حالا بعد اون که اینم بزنم و تمام. شیشه نه. اینجا رو ترپدور باید بزنیم اول. ترپدورامونو که زدیم نوبت میرسه به چی؟ به شیشه کردن. شیشه هامونو میزنیم. برای خوشگلی کار حتما باید شیشه باشه، بزنیم ببینیم دیگه. خلاصه بعد اونم میایم کنارشو فنس میزنیم. یه دونه فانوس اینور، یه دونه هم اینور. حالا برای خوشگلی کار یه بشکه اینور، یه بشکه هم اینور. بذار به سمت بالا باشه. آها خب و تمام. اینا رو یادمان رفت و تکمیله. اینم بزنیم و تمام. زای دلم مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. تا یه ویدیو دیگه بدرود عشقای من.